مستر کول، خیلی خوشحالم که مجددا در کنارت هستم. بغل یا اینکه اصلا چجوری نگاه میکنی وقتی میخوای یه جلسه تمرین رو برای خودت فعلا خودت با وجود اینکه شواهد علیه آن است یا حداقل استفاده از آن ضرورتی ندارد، با این وجود خیلی ها بر مؤثر بودن انجام هوازی با شکم خالی شهادت رو در نظر بگیریم. امروز میری باشگاه میخوای جلسه تمرین زیر بغل بکنی، چجوری پیش میبری؟ لازم نیست هر تمرین را به قسمت کوچکی از یک مایشه اختصاص دهید. با به کار گرفتن صحیح آنها با هم خواهید دید که چقدر آسان قدرت و سایزتان افزایش خواهد یافت. با چه سرعتی باید وزنه بزنیم رو خدمتتون ارائه میکنم. پهلوان نیه او که سنگ و خوشانه زنه یا مجمع پاره کنه. پهلوان منم که نان گرم سر صبح خانه برم. به موز اشاره کرد. موز حاوی میزان زیادی پتاسیم است. به نام خدا، سلام همه ایرانیان. عزیزم این چه حرفی آخه؟ کار راست یه مربی که تازه آوردین آمپول دوپینگ میزنه تو دست ورزشکار. جریان لبوها لورم. 10 دقیقه و 30 ثانیه محسن رسولی اینجا در استودیوست. قربونتو برم، مربی ما آمپول دستش بود، حواسش نبود، این بازیکن عقب اومد یهو آمپول رفت تو دستش. میشه آتیش بزنم تا پهلومون بشم ورزشمو بیش بگیرم. آقا این مربی مقصره آیا؟ خوش بسرم تمیز بکنم با نخودی و گردو قابلی درست کنم بخوری قوی بشی.